تمرینمون میشه کنترل، پاس، جابجایی، شوت. خب کنترلمون تو مسیر حرکت، زاویه بدنمون مناسب، پاس با سرعت مناسب، ضربه خوب و محکم. یه ضربه به توپ میزنم، توپو ثابت پاس نمیدم. یه ضربه میزنم، توپو از خودم جدا میکنم، پاس. زاویه بدن من تو اینجا خیلی مهمه. من برای چی اینو گذاشتم؟ که هم پاسمون توی مانع‌ها نباشه، هم از مانع‌ها فاصله بگیریم. این یک. حالا زاویه بدن من هم دارم آقا ابوالفضل رو میبینم، هم دارم رادین رو میبینم که بخوام بهش پاس بدم. خب ناکن اینجوری وایسم، من رادین رو نمیبینم الان، ولی باید زاویه بدنم اینجوری باشه جفت طرف رو ببینم. الان آقا ابوالفضل پاس میده، من کنترلم تو مسیر حرکته برای رادین. خب حالا من رادین رو پاس میدم، اینم مدافع حریف بچه‌ها. خب من میخوام با کنترلم دریبلش کنم، توپمو میبرم به سمت دروازه با کنترلم. رادین پاس میده به من، جدا میکنم. حالا اینجا کاتفک میکنم برای آقا ابوالفضلی که اولین پاس رو به دو مدل شوت داریم اینجا. سومی مدلش که بیرون پا، الان کاری نداریم باش. بغل پا، روی پا. بغل پا میشه دقت، روی پا میشه قدرت. اول از همه اصطلاحا بهش میگم مچ رو سفت کردن. بچه‌ها من هر جایی که میخوام بزنم، هر مسیری که میخوام بزنم، سمت آقا مجید، اینور اونور، مچ پامو اول اونجا سفت میکنم، مثل بغل پا. مچمو اینور دروازه میذارم، توپم میره اونور. مچمو اینور دروازه بذارم، توپم میره اینور. حالا چه با بغل پا چه با روی پا، اول از همه بچه‌ها من سوار بر توپ میشم. به این میگن سوار توپ شدن، به این میگن سوار توپ نشدن. بچه‌ها بدن من عقبه، توپ من میره بالا، نه به زیر توپ نه به روی توپ. فقط به این اصطلاح میگم بچه‌ها لقمه کردن. من لقمه رو برای خودم حاضر میکنم، مچ پامو سفت میکنم، با بغل پا به کمر توپ ضربه میزنم. آقا ابوالفضل تمرینمون میشه کنترل، پاس، جابجایی، شوت. خب کنترلمون تو مسیر حرکت، زاویه بدنمون مناسب، پاس با سرعت مناسب، ضربه خوب و محکم. یه ضربه به توپ میزنم، توپو ثابت پاس نمیدم. یه ضربه میزنم، توپو از خودم جدا میکنم، پاس. زاویه بدن من تو اینجا خیلی مهمه. من برای چی اینو گذاشتم؟ که هم پاسمون توی مانع‌ها نباشه، هم از مانع‌ها فاصله بگیریم. این یک. حالا زاویه بدن من هم دارم آقا ابوالفضل رو میبینم، هم دارم رادین رو میبینم که بخوام بهش پاس بدم. خب ناکن اینجوری وایسم، من رادین رو